البته برای خلوت گزینی یک قاعده بسیار قشنگی رو رسول پاک علیه السلام برای ما بیان کرده. خلوت نشینی همیشه خوب نیست. ببینید خلوت نشینی معناش رهبانیت و ترک و فرار از مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌هایی که یک فرد نسبت به اطرافیان خودش داره نیست. اون رهبانیتی که در مسیحیت تعریف شده تو اسلام هیچ جایگاهی نداره. اسلام اون رو بدعت میفهمه، یک امر نوپیدا و جدای از دین میفهمه. اسلام اون رو قبول نداره. رسول پاک علیه السلام یک قاعده و قانون قشنگ پیدا کردن برای این بیان کردن. فرمودن الوحدت خیر من جلیس السوء، که خلوت و تنهایی از جلیس سوء و از همنشین بد بهتره. وقتی همنشین صالح نیست، وقتی جمع ایمانی نیست، وقتی نهضت‌هایی برای تحریک ایمان وجود نداره، اون موقع برو خلوت گزینی کن، برات بهتره. از دوست ناباب، از محیط فاسد، از اینا فرار کن. برو یک کنج عزلت و خلوتی رو برای خودت بگیر و یک زندگی کهفی شروع کن و از این جامعه کناره بگیر. اما و جلیس الصالح خیر من الوحده، اما وقتی جلیس صالح هست، وقتی همنشین خوب هست، وقتی یه محیط سالم دینی وجود داره، اون موقع این از اون عزلت و خلوت به مراتب بهتره. البته اگر این عزلت و خلوت مقطعی باشه، موقت باشه و یه راهکار اصلاحی کوتاه مدت باشه، اشکال نداره. از طرف یک مصلح، مربی، استاد برای در حقیقت یه شاگرد این تجویز میشه که شما یه مدت کوتاه یه خلوتی داشته باش تا یک سویی در دلت بیاد، با این یک سویی شما صفایی پیدا کنی، تنویری در درون خودت پیدا بکنی. این بحثی توش نیست. یه راهکار اصلاحیه، یه مقطعیه، کوتاه مدته، برای یک بازه زمانی بسیار کوتاهه، اشکال هم نداره. این هیچ کی تو این بحث نداره. اما عزلت و خلوت همیشگی اصلا مناسب